سلام دوستان، امروز این توییت رو دیدم تو شبکه توییتر یا اکس و موضوع این بود که یک سخنانی از احمد شاه مسعود درباره ایران گفته شده بود که ناتوان، منافق و ضعیف و دودل هست. خب این موضوع طبیعیه. دولت انقلابی ایران تازه تأسیس بود. زمانی که جنگ افغانستان شروع شده بود با شوروی، ایران خودش درگیر جنگ با عراق بود تو غرب کشور. دولت جوان، تمام فرمانده‌های نظامی جوان و اینکه خب تا تجربه به دست بیاد قطعا طول میکشه و مسائل داخلی افغانستان هم خیلی پیچیده است و اینطور نیستش که ایشون بگن مثلا مشکل داشت احمد شاه مسعود با ایران. نه، بالاخره ایشون و تاجیکان افغانستان جزو منظومه ایران حساب میشن. هستن تو داخل کسایی که کاملا دفاع میکنن از پسر ایشون و از خود ایشون، به ایشون احترام میذارن. و اینکه تو اون دوره بله خب خیلی مسائل پیچیده است، مسائل افغانستان، و به این سادگی ها نمیشه قضاوت کرد. باید تصمیمات درست بگیرید. بالاخره این کشور نزدیک 5 دهه است درگیر جنگه و هم خودش تحت تاثیر قرار گرفته و هم کشور همسایه و به نفع کشورهای همسایه است، چه روسیه، چه ایران، چه چین، که این منطقه آروم باشه و امنیت داشته باشه. و هدف نهایی ایران هم همینه که این منطقه امن باشه و دولتی داشته باشه که بتونن باش کار بکنن. حالا ترجیحاً دولت فراگیر باشه که چه بهتر. و این مشکل داخلی افغانستانه. باید نیروها، جریانات، نخبگان اون مملکت به تفاهم برسن که بعد از 5 دهه بتونن کشورشون رو بسازن. خیلی ممنون. می‌خواستم یک توضیح بدم بابت این توییت که این مشکلات و نبود ادراک بین دو طرف یکم حل بشه و برطرف بشه. خیلی ممنون.